بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستانی ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. امروز برای شما باز یک ذکری بزرگی را که خیلی بزرگ است پیشکش میکنیم. درسی هشتم از شرح ذکرهای صبح و شام. ذکری که امروز برای شما پیشکش میکنیم در حدیث بخاری، امام بخاری و مسلم آمدگی است. ما روایت بخاری برای شما پیشکش میکنیم. از ابو هریره روایت میشود در صحیح بخاری 3293 رقم میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خواندنش یاد گیرید برادرها و خواهران گرامی. مده بارش میخوانم: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. این میگه ذکری کوتاهی هست ولی خیلی بزرگی هست. کسی همین ذکر پگاهی میگوید، مثلا میگیم بعدی بامداد گفتن، اگر بعدی بامداد بگید خیلی خوب میشود. چقدر بگید؟ در یک روز 100 بار، در یک روز 100 بار تکرارش کنند. نیکی تکراری که با فهم، که معناش فهمد. درس گوش کنید که معناش فهمید برادران گرامی و خواهران عزیز. ذکر وقتی که معناش میفهمی لذت میبری. چی معنا دارد؟ ذکر برای گفتنش همین است که معناش فهمی، که الله بشناسی. به همین ذکر تو الله میشناسی و او را ستایش و ثنا میگویی و شتاب نکن، آیسته آیسته بگو. 100 بار اگر که بعدی بامداد بگویی خوب است. نیکی اگر که پای در پای هم نتونی گفتن، تا بگاه هم بگویی می شود. نیکی اگر از پگاهیش بگویی، یکی از همون فایده هاش همین است که از پگاهی تا بگاه تو از بدی شیطان در ایمن استی. خیلی میگویی موزیر 4 فایده دارد، 4 بهره میبری از گفتن همین ذکری بزرگ. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه کانت له عدل 10 رقاب. تصور میکنید که میگوید پیغمبر که برابر است به چی؟ برها کردن یا آزاد کردنی 10 غلام یا 10 کنیز. همین ذکر برابر است به چی؟ به آزاد کردنی 10 غلام، از غلامی رها کردنشان. باز چی؟ یکم دویم کتبت له 100 حسنه، برای اون نوشته می شود 100 حسنه، 100 ثواب، 100 نیکی نوشته می شود. سیم و محیت عنه 100 سیئه، و پاک می شود از گناهانش. چند گناه؟ 100 گناهش پاک می شود، 100 گناهش. چهارم و کانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتی یمسی. و برای او چی است؟ میگه برای او حفظ و حمایه از شیطان در همون روز تا بگاه شدن. حفظ است، الله را حفظ میکنه از شیطان. نه که حقیقتا همین ذکر مردم تجربه کردگیان که الله عز و جل از بدی شیطان انسان به سبب همین ذکر نگاه میدارد و هیچ کس از این بهتر نمیگوید مگر اون کسی که مثل همین ذکر بگوید و از این بیشتر بگوید. مثل همین و از این بیشتر. یعنی ببین چقدر چی بزرگی است، ذکری بزرگی است که حاضر شرحش میتیم. اینا میتونی پگاهی بگویی، پای در پای بگویی خوب است. اگر که 10 دقیقه 16 دقیقه وقت 15 دقیقه وقت میگیرد، قضیات نمیگیرد، برای الله صرفش کن. ذکر از همه بزرگترین چی است؟ نعمت است. از همه بزرگترین عمل است، عمل زبانی، عبادت زبانی است. شرح میتیم از همین ذکر. الله عز و جل برای بندهاش خیلی از دروازه های خیر باز کردگی است، از ذکر و از دعا و از تهلیل هم کلمه شهادت گفتن و تسبیح، و برای آنها به گفتنی همین خیلی اجری بزرگی آماده کرده است. و در این حدیث پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خبر میدهد برای ما از چی؟ از برتری و فضل ذکری، که این ذکر از کلمه توحید عبارت است. پیغمبر میگوید که کسی که میگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک، لا اله الا الله کلمه شهادت است، نیست معبود بر حق شایسته عبادت مگر الله، تنها اوست و شریکی ندارد، برای او ملک است،
همه دارایی برای اوست در آسمان و زمین و برای او همه سلطانی کامل و پرره در دست اوست که هیچ کس با او در همین سلطان و در همین داراییش کشماکشی نمی کند و برای او حمد است، حمد، سپاس، ثنا، حمد، شکر. او شایسته و سزاوار حمد و سپاس است، غیر او هیچ کس سزاوار و شایسته نیست حمد و سپاس را. و هو علی کل شیء قدیر، او به همه چیز تواناست، هیچ چیز در زمین و آسمان او را دشواری و مشکلی نمی کند، به او ناتوانی نمی بیارد. چیزی که در آسمان و زمین است همه چیز در دست اوست، به همه چیز در آسمان و زمین تواناست. پس میگوید که کسی که همین ذکر 100 بار میگوید در یک روز، برای او مثلی اجری رها کردن 10 غلام یا کنیز. خلاصه بینید که چقدر بزرگ است این ذکر و در زبانم آسان از گفتنش، هیچ مشکلی ندارد. باز این ذکر را بعد نماز بامداد گفتن و بعد نماز شام گفتن مستحب است. خیلی روایت های زیادی آمده است و خیلی از اهل علم این روایت ها را ضعیف میگد، نه که بعضی از اهل علم صحیحش میگد که همین ذکر بعد نماز گفتن 10 بار، بعد نماز بامداد و بعد نماز شام. خیلی در حدیث آمده است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که میگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، در روایت دیگه یحیی و یمیت و هو على كل شيء قدیر، بعدی که نماز بامداد میخواند 10 بار اگر بگوید، پس برای او چی است؟ 10 بار بعد شام و 10 بار بعد بامداد. پیغمبر چی میگه؟ الله برای او 10 حسنه می نویسد و از او 10 گناه پاک میکند و برای او 10 درجه می بردارد و برای او ثوابی آزاد کردنی 2 کنیز یا غلام از فرزندان اسماعیل. اگر این ذکر بگوید وقتی که بعد شام، یعنی برای او همین فایده های گفتیم و باز زیاتی میگد و کنا له حجابا من الشیطان حتی یصبح، و برای او چی است؟ یک پرده هست، حمایه هست از شیطان تا آنی که صبح شود. این حدیث امام خطیب تخریج کرده است و امام البانی صحیحش میگد. خلاصه بینید که این ذکر خیلی ذکری سبک است در زبان و خیلی اجر و پاداش بزرگی دارد که از کلمه توحید عبارت است، یعنی که برای انسان مشکلی نیست، دشوار نیست. این در راه هم رفتن میتونی در راه رفته استی بگویی، میتونی در خانه گم با کار مشغولی بگویی، یعنی که به تو هیچ دشواری نمیارد گفتن این. برای همین کسی که میخواهد که الله عز و جل او را از شیطان و از بدیش، از وسوسش الله حمایت کند، همین ذکر بگوید پگاهی 100 بار، یا که بعد نماز بامداد 10 بار و بعد نماز شام 10 بار. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.